درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 59. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. من او را معلم خود می دانم. چنان که گفتم، اولین کتابی که به دست سواد برآوردن خواندم کتاب وی بود. او حیات را درست می فهمید و آن را درست و راست تصویر می کرد. نسل‌های زیادی آینده ما به واسطه اثرهای عینی به حیات گذشته ما شناس می شوند و با چه عذاب و مشقت‌ها به دست در آمدن موفقیت‌های امروزه را فهمیده به قدر آن باز بیشتر می رسند. منور شاگدایف. مانند عینی در روزگار ما کمتر شخصی پیدا خواهد شد که حلقه در بین قدیمان و جدیدان باشد. نثرش برا و شعرش زیبا، صحبتش گیرا و بیانش رسا بود. انسان از صحبتش و شوخی‌هایش و دلربایی‌هایش بی اندازه مسرور می‌گردید. این بیت را در وصفش برایش خواندم. نوشت و تشکر کرد. هزاران همچو بلبل در بهار می شود پیدا، نواسنج چوتو در روزگار کی شود پیدا. سرور گویا. محمد نقیب خان طغرل احراری فلغری، وفات 1337. از دیوانش. محافظه طغرل بسیار قوی بود. قصیده های مشهور شعرای متقدمین را از بر می دانست. از لیلی و مجنون شاهین هم خیلی ابیات را از بر داشت. طغرل صاحب دیوان است. اکثر ابیاتش در پیروی و تضمین بیدل انشاد شده است. دیوان طغرل که دارای تخمیناً 4000 بیت است، سال 1334 1916 در بخارا و مطبعه کاگان طبع یافته است. تاریخ مقتول شدن طغرل را حاجی عبدالله فیاض خوجندی انشاد کرده است که این است: دوبالا شد ز صهبای شهادت، به بزم جاودانی کیف طغرل.
خیرت فرمود با فیاض برگو به تاریخی وفاتش حیف تغرل. 1337. باب زا. میرزا عبدالله ظهوری. هراتی است که در بخارا استقامت کرده، در آنجا به آتش سوخته وفات یافته است. ظهوری معاصر، مصاحب و مخلصی شاهین بوده. از تذکیره افضل. ای نظامی نظم و جامی طبع و فردوسی کلام، در بری شاهین طبعت وحشی جز عصفور نیست. در این مصرع یای وحشی از وزن زیاد است. ای نظامی نظم و جامی طبع و فردوسی کلام، در بری شاهین طبعت وحشی جز عصفور نیست. انوری از شهرت شعری تو مانده در محاق، از خوری طبعت شعاعی را شعاعی نور نیست. همچو خورشید درخشانی تو محبوب القلوب، هر که را مهری تو در دل نیست در سر شور نیست. تا وجودی تو به آدم هست ای عالی جناب، شاعران را بر ادای شعر خود دستور نیست. پیکرت شمسی درخشان است و ایشان شب پره، هر کجا مهر است خفاشان مگر مستور نیست. مثل تو هر بقعه را مردی است آباد است آن، چون تو در هر شهر شخصی نیست آن مأمور نیست. هر کس اندر بزم تو وارد شد از غم شد خلاص، هر کسی دور از تو افتاده است آن مسرور نیست. این ملاحت ها که در شعری من است از وصف توست، آنچه من گفتم ز مدحت عشر آن مذکور نیست. هر کسی دور است از تو از فواید دورتر، خوش به حالی آن کسی کو از جنابت دور نیست. ختم کن دیگر سخن را ای ظهوری زین مقال، می شناسد شمس را هر کس که چشمش کور نیست.
میانه شمس الدین مخدوم شاهین و قاضی بدرالدین که بنابر تنگی چشمش دشمنانش کور می گفتند بد بود. ظهوری در بیت آخری به همان اشاره می کند از تذکیره محترم. رباعی. یک چند براهی ناضروری گشتیم، یک چند بدشتی ناصبوری گشتیم. گمنام شدیم گم نکرده خود را، کردیم ظهوری و ظهوری گشتیم. گویند ظهوری به پیروی و تتبع دیوان خواجه حافظ شیرازی دیوانی تمام کرده است، اما جامع را دیدن آن میسر نشد. شعر ظهوری چنانچه دیده شد عادی است، بنابراین گمان می رود که در این تقلید باید موفق نشده باشد. بابی عین. محمد یعقوب بخارایی. محمد یعقوب بخارایی ابن امیر دانیال منقیط، لقب محمد یعقوب کنجه علی است و تخلصش علی است. از دیوانش. از خامی طمع همه شب چشم بردر است، فریاد از این امید که از یأس بدتر است. چون عمر بی وفاست همه مردم جهان، زان رو جفای خلق به مردن برابر است. ای خضر تشنه لب، تو چی کردی در این بساط؟ آب حیات از کفی خاک فروتر است. شادم در این چمن که گلی نیست از وصال، عیش و نشاطی صاف دلان هجر دلبر است. گر توبه بشکند ره ما گم نمی شود، ما را چه غم که پیر خرابات رهبر است. ای دل کدورتی عمل از هستی تو بود، از ساز نیستی تن ما روح پرور است.
عمریست شد علی که برون نامدی ز غم. گو این شقیقه تا کی و تا چند بر سر است. در تعبیری عمریست شد دو اداتی حکم آمده است که یکی زاید است. عمریست شد علی که برون نامدی ز غم. گو این شقیقه تا کی و تا چند بر سر است. در تاریخ وفات ملا ترسنباقی نام تنبوری گفته: آن پیر موسیقی سر از این تنگنا گرفت. رختی خود از قلم روی رختی فنا گرفت. چون صوت ارغنون به فلک رفت روحی او. از تار جسم نغمه مرگش نوا گرفت. دعوا نکرد زهد و ز فسق اجتناب داشت. بی امن و یأس تا ره خوف و رجا گرفت. 77 سال در این خاکدان بزیست. از دور چرخ شعبده عمری بجا گرفت. چرخ شعبده نیست، شعبده باز است. 77 سال در این خاکدان بزیست. از دوری چرخ شعبده عمری بجا گرفت. از بحر مهر خویش عروسی فلک بزور. نقد حیات از کفی شاه و گدا گرفت. تاریخ فوت او ز فلک جستم و بگفت. جان از میان ببرد مغنی فنا گرفت. مخفی مباد که عددی مغنی که 1100 است. هرگاه میانی جان را که الیف است ببرد و فنا را بگیرد 1232 می شود که مطلوب است. علی پسری کوچک امیر دانیال است. در عصر امیر حیدر هم زندگانی کرده. به کارهای حکومت تداخل نکرده است. او را گلشن الملوک نام تاریخی است که در آن مجمل تاریخ اسلام و احوال ملوک طوایف ایران و توران را نوشته است. ذکری حالات شیبانی و بعد از او را تا عهد میر حیدر تفصیل داده است. دیوانچه دارد که تخمیناً دارای 500-600 بیت است.
محمد شریف عارف از شعرای عصر 13 از تحفة الاحباب. نه تنها از جفایت آب شد دل، داغ شد تن هم. تو با من آنچه کردی کس نمی سازد و دشمن هم. بجایی خار از خاکی مزارم لاله می روید. نیم محروم از داغ جفایت بعد مردن هم. تعلق گر سری مویی است می باید حذر کردن. در این ره با مسیحا کرد کاری کوه سوزن هم. چنان دری سخن از درج فکرت ریختی عارف، که بر طبعت حریفان آفرین گفتند و احسن هم. گر از رخساری عالم سوزی او یک دم نقاب افتد، برنگی شمع آتش در نهادی شیخ و شاب افتد. مرا دیوانه سازد شوری سودایی پری روی، که از لعلش نمک در چشم مینایی شراب افتد. تهی دستی بود سرمایه تحصیل بی قدری، که هر جا صفر ظاهر گشت آنجا از حساب افتد. در این مصرع در بسیارترین نسخه ها بجای آنجا اعداد است، لیکن آنجا مناسب است، زیرا به سبب صفر اعداد از حساب نمی افتد، بلکه جای صفر از حساب می افتد. تهی دستی بود سرمایه تحصیل بی قدری، که هر جا صفر ظاهر گشت آنجا از حساب افتد. نباشد جوهری فضل و هنر گر خصم آسایش، ز آغوشی صدف بیرون چرا دری خوشاب افتد. چنان بگداخت برق جانگدازی هجر اعضایم، که جای اشک از چشمی ترم لختی کباب افتد. چو گوهر از وطن آواره دارد صاف طبعان را، الها در غم آباد حوادث انقلاب افتد. ز اشکی دلخراشی جانگدازم شعله می جوشد، برنگی فطرتی خونی که از چشمی کباب افتد. ز هر صاحب سخن گردد مسلم در جهان عارف، که از چندین غزل یک بیت بابی انتخاب افتد.
عارف تاج التواریخ نام کتاب تألیف کرده است که مشتمل است بر ذکر حالات و واقعات عهد امیر شاه مراد و امیر حیدر. قد بست غبغب خالی لبان دلکش است، قد بست غبغب خالی لبان دلکش است. شکل ابرویت کمانم و کمانت جان فزاست، تاری مجگانت سینان اما سینانت دلکش است، تاری مجگانت سینان اما سینانت دلکش است. پیش و پس میلان کنی قامتت بس دل رباست، هر طرف هم خوردنی مای و میانت دلکش است. هم تبسم ریزی طرزی نگاهت رو بخش، هم شکر آمیزی تحبی بیانت دلکش است، هم شکر آمیزی تحبی بیانت دلکش است. هم خرامت دل ربایم، هم مدایت دل فریب، هم کلامت دل نشینم، هم زبانت دلکش است. روی و موی چشم و ابروی دهانت دلکش است، قد و بست غبغب خالی لبانت دلکش است. شنونده های ارجمند، شما گفتاری 59 را از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمخول شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نغزلی.